سلام دوستای عزیز، امید که خوش و خوشحال باشین. بازم خوش آمدید به یکی از درس‌های آلمانی به دری Deutsch auf Dari von Jakob. امروز میایم با شما اسم یا das Substantiv. اینجا گفته که همه اسامی در زبان آلمانی جنسیت دستوری دارن، یعنی هر اسم از نقطه نظر جنس مشخص است، یا مذکر یا مؤنث و یا هم خنثی می باشن. مانند تش که دیگه مثال هم داده، تش از نقطه نظر جنس مذکر است یا مسکولین میگن برش در آلمانی. دیوار یا وند مؤنث است، فیمینین، و کتاب یا بوخ خنثی است یا نوترال است. و حرف تعریف یا در ارتیکل بیان کننده جنسیت اسامی است و باید با خود اسامی آموخته شود. حرف تعریف در برای نشان دادن اسامی مذکر، حرف تعریف دی برای نشان دادن اسامی مؤنث و حرف تعریف دس برای اسامی خنثی به کار می رود. درست؟ میگم همچنین حرف تعریف همه اسامی که به صورت جمع استعمال می شود، خواه مذکر، مؤنث و یا خنثی باشد، دی می باشد. درست؟ مانندی دیجا مثال داده که der Tisch der که آمد یعنی میز است، مذکر است. der Tisch مذکر، die Wand مؤنث، das Buch خنثی یا نوترال. باز در اینجا گفته جمعشانه گفته که die Tische die Wände و همچنان die Bücher یا کتاب ها. میگیم تقریبا هیچ قاعده خاصی برای دلیل مؤنث، مذکر و یا خنثی بودن اسامی وجود ندارد و باید سعی کنید که همه اسامی را با حروف تعریف مربوطه حفظ کنید. در اینجا مثلا یک مثال دادم که بعضی از اسامی قاعده مخصوصی وجود دارد که برای سهولت در فراگیری آنها در جدول صفحه 157 آورده شده. باز میخوانیم ما شما انشالله. مثلا همه اسامی که با ONG ختم میشوند خاصیت جنسی مؤنث دارند و به این ترتیب حروف تعریف آنها دی می باشد. و باز اینجا گفته که مسلما جنسیت طبیعی اشخاص با جنسیت دستوری آنها مطابقت دارد، یعنی پدر که از لحاظ که خواه مذکر است حرف تعریف در دارد و یا مادر که از لحاظ جنسی مؤنث است حرف تعریف دی دارد. استثناء در این مورد کلمات دوشیزه یا فرویلاین و دختر خرد یا خردسال، مدشن که به خاطر خواتیم شن و لاین که علامات تسخیر در زبان آلمانی هستند، با وجود مؤنث بودن آنها حرف تعریف دست دارند. یعنی مدشن و فرویلاین با وجودی که مثلا زن هستند و یا دختر هستند، مؤنث هستند، ولی اما حرف تعریفشان دست هست. علاوه بر این حروف تعریف بچه یعنی کیند، زن، وایب نیز دست می باشد. یعنی طفل که کیند میگن برش و یا وایب که برای زن استفاده میشه دست میگنش، حرف تعریفشون دست است. یعنی با وجودی که زن هست مثلا یا مرد است، کیند که مثلا مرد باشه یا زن باشه، طفل حرف تعریفشون دست است. یک چند مثال کار بکنیم.
die Zeitung. Die Zeitung. صحیح؟ چرا Zeitung؟ خاطر که با او انگی ختم شد. از این لحاظ Zeitung است. Die Zeitung. مثلا die Kleidung. Die Kleidung. با او انگی ختم شد Kleidung. اسامی که با Zeug ختم می شوند. Z E U G یا تقریبا همهشان خنثی هستند. خنثی هستند. مانند das Feuerzeug. درست؟ Zeug. Das Feuerzeug. و یا das Flugzeug. Das Flugzeug. ببینین Z E U G ختم شد Flugzeug. Das Spielzeug. Das Spielzeug. حرف تعریف der برای مذکر، die برای مؤنث و das برای خنثی. درست؟ der Tisch die Wand و das Buch. اینا وقتی که در حالت جمع قرار میگیرند همهشان دی میشه. یعنی اینجا ما داریم singular یا مثلا مفرد، دیگه داریم plural یا جمع. میم der Tisch میشه die Tische. دی میشه ارتیکلش. die Wand میشه die Wände و همچنان das Buch میشه die Bücher. درست؟ یعنی در حالت جمع همه از یا ارتیکل دی رو به خود میگیره. خواه دیر باشه، دست باشه و یا هم دی باشه. لیغا یا استاد. این چون یک مرد است پس ارتیکلش میشه der Lehrer. مثلا Lehrerin چون زن هست ارتیکلش میشه die Lehrerin. Der Vater, der Bruder, der Nachbar, der Fahrer, der
Arzt, der Krankenpfleger. صحیح؟ این مثال هایی است که مثلا بر دیر هست. حالا ما بر دی نوشته میکنیم، به جای دی فاتر نوشته میکنیم دی موتر. دی موتر. دی بروده به جایش مثلا دی شوستر. دی نخبه دی نخبرین. Die Nachbarin. Der Fahrer. Die Fahrerin. درست؟ Der Arzt. Die Ärztin. Die Krankenschwester. درست؟ Krankenpfleger نرس میگه. نرسی که مرد باشه. Krankenschwester نرسی که زن باشد مثلا. یا مثلا ما شما همشیره میگین برش. درست شد؟ یا مثلا Arzt دکتر هست، der مرد میشه، der مرد میشه و دی Ärztin دکتر است که دی زن میشه. درست؟ و مثل فاغر دریور که مرد باشه. از ارتیکلش ما شما مثلا میفهمینی که der برای مرد، دی برای زن استفاده میشه. این بود درس امروز ما شما. ادامهش انشالله در درس 8 میخوانیم. حروفی که مثلا از ترکیب 2 یا 3 کلمه ساخته میشه. ارتیکل از کجا گرفته میشه و بعضی چیزای دیگه. او هغه څوک چې په پښتو ژبه باندې صرف پوهیږي او نه غواړي د دې ویډیوګانې وویني، نو هغه دی ولاړ سي زموږ بل کانال یا یوټیوب چینل چې آل ټایم پښتو دی، هغه انتخاب کړئ او سبسکرایب کړئ ترڅو صرف پښتو ویډیو ووینئ. شما را به خداوند پاک و یکتا میسپارم. وقت خوش و خوبی داشته باشید.